ظهور دوستان عزیز، به عنوان برادران و خواهران خودم و به عنوان فرزندان خودم به شما میگم این خطر رو در مورد ظهور بدانید. یک تفکر آرماگدونی وجود داره. اون تفکر آرماگدونی در آرماگدونیسم میگه بمانید که اون آرماگدون در غرب رخ بدهد، مهدی شما بیاد. این تفکر غلط. یه تفکرم تو ایران میگه که ما دم در خونه موندیم، آقا ما نوکرتیم، جارو داریم میکنیم، تو انشالله میای. اگه قرار بود بیاد چرا برای ما بیاد؟ چرا برای نسل‌های قبلی نیومد؟ اگه قراره کسی آب و جارو با آب و جارو کردن آمدنی بود چرا اصلا رفت؟ مهدی نمیاد. مهدی یه جایی هست ما باید بریم. این پارادایم باید تغییر کنه. انتظار معناش دم در خونه ایستادن نیست. انتظار معناش اینه که مهدی جایی هست، این کارها رو باید انجام بدیم، این انقلاب انفسی رو باید ایجاد کنیم، شیطان رو عینی کنیم، نابودش کنیم و برویم تا بشویم. دیدید یه کودکی میشود چی؟ نوجوان میشود جوان. میشه جلوشو گرفت که نشه؟ یه بوته‌ای میشه مثلا یه درخت کوتاه، درخت بلند، میشه جلوشو گرفت؟ به این میگن سیرورت شدن. ما باید بشویم در رسیدن به آرمانی که مهدی مد نظر داره، و الا عاشق چشم و ابروی کدوم نسله که بلنشه بیاد؟ منتظر منجیم بودن معناش این نیست که ما دم در خونه بمونیم. این عصر جمعه میشه تلویزیون یه سری دعاها و سرودها پخش میکنه، من منتظرم نمیدونم آقا جون زیر سایتون بشینم، شما سروری یا مولا و من بنده خاک نشینم. آقا این حرفا چیه؟ ما خیلی هم بزرگیم، خیلی عالیم، خیلی بالاییم، راه میافتیم میرویم تا بشویم. مهدی آدم لایق میخواد، ذلیل و زبون که نمیخواد. اینا که هیئت عزاداری راه میندازن دیوانگان علی اکبر. این دیوانه است، بگیرید اینو ببریدش تیمارستان. این میکروفونو در میاره میزنه تو سر خودش. رقیه کیه؟ حسین پدر اونها با همه عظمتی که داشت گفت اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند ای شمشیرها مرا دریابید. حسین معصوم بود. حالا بچه‌هاش که دیگه معصوم نبودن. اینا میشن دیوونه رقیه بود، دیوونه نمیدونم علی اکبر و دیوونه عباس و یک پوسترای میکشن. این فیلم‌ها بروسلی بود، اون تو راه اژدها وارد میشد چنگ میزد تو سینه‌اش، از این بالا قمیکشای میدون شوش تهران اصلا از این بالا تا پایین یه دونه چاک خورده اینجا صورتش چشمات درشت. این کیه اینا رو میکشه؟ این که از اون کاریکاتور دانمارکیا بدتره. مهدی لایق میخواد و این نسل لایقه. این مردم خوبن.